خب سلام دوباره به دوستای عزیز. گل تو خونه چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدم دوباره راجع به اون بحث کار فارکس حرف بزنم که گفتم یکی به پیام داده ول کنم نیست. ول کنم معامله نیست این طرف. حتما اصرار داره که من دیدم. مطمئن باشی وقتی یکی میاد توی رسالتون پیام میده کاری نیست، یه چه برای ثبت نام که واسه غیر عاشق چشم عوامون که نیست همطوری بیان رایگان کاری در اختیارمون بذارم، میگن اما آره خیلی پول در میاری و نمیدونم بدونید یه چیزی پشتش هست، یعنی میخواد اون پول اولیه رو ازتون بگیره. همطوری الکی عاشق چشم عوامتون نیست که بیان بهتون پیام بده و بگه آره یه کاری هست خیلی با سود زیاد و یه عالم پول به دست میاری و پول دار میشی و ازت خوب میشه و اینا. و گفتم حالا میخواد چی بگه، این کارش چطوری هست که اینقدر نگو. میگه واسه این کار باید 200 میلیون 200 آره 200 میلیون یعنی نه 200 دلار 200 دلار باید سرمایه گذاری کنی. نمیدونم اینا میان به من پیام میدن دقیقا منو چی فکر کردن از این مردایی راحت و بی دغدغه و بدون اینکه چی بگم حالا به خدا اینا اینجور افراد از این مردایی که راحت میرن کار میکنن کلی پول به دست میارن، نمیدونم شرکت باباشون و به خودشون، حالا بعضی هم نمیدونم توهین نمیکنم، هنوز خیلی هم هستن خودشون دارن واسه خودشون کار انجام میدن. ببخشید امشب به مناسبتی که تولد یه نفر داریم کیک هم میخوریم. چطور خالی؟ خوبه. بعضی کیکا که آدم میخره خاماش دلی میزنه ولی خوبه. من یه حالی میشم اصلا همین کیک رو نمیتونم بخورم یعنی باید خیلی خیلی اون کیک خوشمزه و خوب باشه، یعنی درستش کرده باشن خاماشی یه حالی نباشه تا بتونم بخورم. دیدم حساسه. خلاص اینکه داشتم بهتون میگفتم چی بگفتم برم بارتر کنیم وسطش چی بود دیگه آخه